امروز در کانادا سال نوی خونش آغاز یافت، اما پژوهشگری تاجیکستانی دانشگاه تورنتو الکساندر صادقوف نمیتواند در آنجا تحصیلش را ادامه دهد. عبدالقیوم یوسفی وکیل دفاعی صادقوف بر رادیوی آزادی گفت که مفتشان از روز 18 اوگوست زمان تفتیش پرونده را تمدید کردند، اما به دلیل مخفی بودن پرونده او حق ندارد جزئیاتش را افشا کند. سازمان عفو بین الملل نیز با نشر بیانیه از دولت تاجیکستان خواست پرونده صادقوف را لغو کند، چون که وی گناهی ندارد. حالا همکارم میرزانبی خالقزاد با ما در خط ویدیو قرار دارد. میرزانبی، تمدید شدن زمان تفتیش پرونده صادقوف چه معنا دارد؟ این نکته را باید بگویم که واقعا زمان بررسی پرونده الکساندر صادقوف همچنان دوامدار باقی مانده است و سبب اون را هم وکیل مدافع، هر دو وکیلان مدافع الکساندر صادقوف، هم عبدالقیوم یوسفوف و هم حسن کاوراکوف اظهار بیخبری میکنند. میگویند که مقامات تفتیشاتی کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در رابطه با جریان بررسی پرونده الکساندر صادقوف با اونها حتی اطلاع ارائه نمی کند. از این رو این مسئله هم برای مطبوعات، هم برای نزدیکان الکساندر صادقوف و هم برای مقامات تاجیکستان تا اندازه پنهان مانده است. نزدیکان و وکیلان دفاعی صادقوف در مورد تمدید شدن مهلت تفتیشات چه نظر دارند؟ چرا تفتیشات طول میکشد؟ وقتی که ما هم به مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان و هم به دادستانی کل مراجعت کردیم در رابطه با این مسئله، آنها تنها یک پاسخ دادند که فعلا پرونده الکساندر صادقوف در حال بررسی قرار دارد و تنها پس از انجام پره این پرونده می توانند در رابطه با جزئیات آن به وسایل اخبار عموم اطلاع دهند. و این هم در حالی است که سازمان جهانی عفو بین الملل با در نظر داشته رها کردن الکساندر صادقوف از حبس خانگی به مقامات تاجیکستان با یک نامه مراجعت کرد. این 4 سپتامبر هم به دادستانی کلی تاجیکستان و هم به کمیته امنیت ملی تاجیکستان و هم به وزیر خارجه تاجیکستان مراجعت کردند که الکساندر صادقوف بیگناه است و این جرمی که در گردن اون گذاشتن اصلا هیچ اساسی ندارد و اون را رها کنند تا اینکه به تحصیل خود در کانادا ادامه دهد. تشکر از همکارم میرزانبی خالقزاد برای صحبت. الکساندر صادقوف 31 ساله برای تحقیق زمینه‌های ناامنی به شهر خاروق رفته بود و روز 16 ایون در بدخشان بازداشت شد. بعد از این کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت که الکساندر صادقوف به خیانت به وطن و جاسوسی به نفع کشور بیگانه متهم می شود.